حکومت روسیه مسئله آسان کردن ترتیب آوردن مهاجران خارجی و حتما از کرونا ویروس واکسین گرفتن آنها را بررسی میکند. در این باره در مصاحبه با تینا کندیلاک در برنامه اسپیشال نگوست، معاون سروزیر روسیه مرات اوسنولین خبر داد. وزیر تندرستی روسیه میخائیل موراشکو نیز گفته است که برنامه واکسینه زنی مهاجران را در 3 یا 4 هفته آینده تهیه شده. برای آن واکسین یک دفعینه سپوتنیک لایت استفاده خواهد شد. موراشکو گفت در حال حاضر سخن درباره واکسین زدن خارجیان و مهاجران می رود که در روسیه قرار دارند. ما در حال حاضر مسئله ساده کردن ترتیب آوردن مهاجران و واکسین زنی حتمی آنها را بررسی داریم، گفت مرات اوسنولین که با تینا کندیلاک در حاشیه فورم بین المللی اقتصادی پتربورگ که روز شنبه به کار خود پایان داد صحبت میکرد. معاون سروزیر روسیه گفت کمبود نیروهای کاری در ساختمانها برای روسیه ریسک خیلی بزرگ دارد. به عقیده او این به معنای زبون کردن اقتصاد کشور است، یعنی ما از راه رشد بیرون خواهیم افتاد. اوسنولین به تینا کندیلاک گفت در شرایط کنونی اقتصاد روسیه به سبب سطح پست تولیداتیش نمیتواند از نیروی کار مهاجران خارجی دست بکشد، زیرا به فرق از ساکنان روسیه مهاجران آمادند که در عوض 50,000 روبل هر روز تا 12 ساعت کار کنند. ما در 1 یا 2 سال نزدیک نمیتوانیم به تکنولوژی های گذاریم که بتوانیم بدون نیروی کار مهاجران کارهای خود را سامان بدهیم، گفت معاون سروزیر روسیه. به حساب اوسنولین در دوره پاندمی خراجات معاش کارگران تا 50% بالا رفت و این باعث دست کم 12 از 15 بالا رفتن ارزش اصلی مالکیت غیر منقول در روسیه شد. روسیه در بهار سال 2020 مرزهای خود را به دلیل پاندمی کرونا ویروس بست و این باعث شد که سال 2020 و ماه اول سال 2021 صدها هزار مهاجر کاری نتوانستند خود را به روسیه برسانند. این باعث کمبود شدید نیروی کاری بخصوص در ساحه ساختمان روسیه شد و شرکت‌های بزرگ ساختمانی روسیه حتی به حکومت مراجعت کردند تا به آنها از آسیای مرکزی آوردن مهاجران را اجازه دهد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز ماه مای در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اعتراف کرد که روسیه به نیروی کاری مهاجران سخت نیاز دارد.